بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند اگر بعد از من پیامبری مبعوث میشد یقینا او عمر بن الخطاب بود. سلام بر اسوه ایمان، قهرمان میدان، فاتح ایران، شهنشاه ایران، فاروق اعظم. ای عمر کجایی که امروزه هزاران ابولهب و ابوجهل بر ملت‌های مسلمانان حکومت میکنند و با خوی درندگی و خودآشامی خود زنان و کودکان، جوانان و نوجوانان و حتی سالخوردگان را به رگبار توپ و تانکها میبندند و به اماکن مقدسه و شاعر الله احترام نمیگذارند و از همه بدتر کودکان مظلوم و بی‌دفاع را سر میبرند و ذبح میکنند و در کوچه پس کوچه‌های شهرهای عراق، افغانستان، فلسطین و امروزه در سوریه رها میکنند. الا لعنت الله علی الظالمین. لعنت به خدا بر ظالمان باد. ای عمر مدیون احسانات تو این عالم است، نام زیبایت تمام دردها را مرهم است. ای عمر مدیون احسانات تو این عالم است، نام زیبایت تمام دردها را مرهم است. تا که اسلامت نمودی آشکارا در قریش، قامت اعداد پیش غدران آید غم است. هیبت فاروق شیطان را هراسان نمود، تا قیامت دست شیطان بر لباس ماتم است. برکت خیر القرون رفت آمد آخر زمان، چون نه اینکه عدل فاروق میان مردم است. ای عمر جان دیده بگشا حال مسلم را ببین، دیدگان کودکان از جور ظالم نم نم است. دیده بگشا از عدالت نیست در عالم اثر، هر کجا در رندگی در لباس آدم است. روز و شب تاریکی پکند سایه ها، ای عمر اینجا دل خورشید لبریز از غم است. دیده بگشا جور و طغیان بین و رنج مسلمین، جوی خون جاری و دل لبریز از خون و دم است. ما مسلمانیم اما هیبت فاروق بود، در میان مسلمین ایمان فاروقی کم است. دین همان قرآن همان تسلیم تاها گر شدی، دور ایمان باز گردد زیر پایت عالم است. ای عمر مدیون احسانات تو این عالم است، نام زیبایت تمام دردها را مرهم است. جزاک الله خیر. تشکر برادر عزیز.